زنهای ما و شما مثل شما موعظه میشنیدند، در گوش اونها صدای قرآن و صدای احادیث های پیغمبر خدا صدا میداد. هر آینه امروز مردها در نزد زنها به قدر نمیشیدند. همه این سببش همین است و دعوای اینم قرآن و حدیث است که یگانه میتواند که زنهای ما و شما را اصلاح کند، میتواند که زنهای ما و شما را تربیه کند و ما و شما در زینه بلندترین قرار گیریم. برای چی که زنهای صحابه پیغمبر خدا میگد وقتی که صحابه خانه میدرآمد، یعنی مرد بودن، همونا مثل ما و شما بودن، یگان اعضای زیادی نداشتن. وقتی خانه میگه که وارد میشدن، عائلش میگه دویده بیرون میبرامد. اول میگه از پشت دست همون مرد بوسه میکرد و میگه مثل که چگونه که یک مهمانی که در 10 سال و 20 سال یک بار خانه شما میآید، مثل مهمان میگه قبولش میکرد. برده میگه در خانه میشینان، در یک ظرف میگه آبی گرم میآورد. اون وقتا آبی گرم کردن کاری آسان نبود. این هیزمهای فراوان و این گاز و این آبای فراوان اون زمان نبود. با این قدر مشقت میگه آب گرم میکرد، میآورد پایهای مرد در داخل آب میگذاشت. بهر چی؟ زیرا که تو امروز کار کردی، پایهای تو مانده شده است و این آب گرم درد پای تو را دور میکند. این احترام بین. اونا این خیلی احترام کردن که وارد جنت شدن. ایما امرأة ماتت و زوجها عنها راض دخلت الجنه، رواه ترمذی. پیغمبر خدا چی گفتن؟ کدام زنی که از دنیا مرد، گذشت از دنیا رفت، شوهرش از او راضی باشد، دخلت الجنه، و ای وارد جنت است. خوش به حال همون زنی که خدمت شوهر میکند، خوش به حال همون زنی که دعای شوهر میگیرد و البته وارد جنت میشود. السلام علیکم داملای عزیز. آیا امام شافعی شاگرد امام اعظم بود؟ چند سال حیات دید؟ داملا یگان فضیلت این امام را به ما قصه کنید. همون میکروفون، همون دینامیکا را درون بدارین. این برادر سوال کرده است که امام شافعی، یعنی ما و شما 4 امام اهل سنت داریم. یکی امام اعظم حضرت امام ابو حنیفه، دوم امام شافعی، امام مالک، امام احمد حنبل. این 4 امام هستند که اهل سنت و الجماعه هستند. و این برادر ما سوال کرده است که آیا همین امام شافعی شاگرد امام ابو حنیفه بود؟ نه، این شاگرد امام ابو حنیفه نبود، لیکن شاگرد امام ابو حنیفه بود. این نزد مالک ابن انس درس گرفتگی هستند و خود امام مالک در زیر دست امام ابو حنیفه تعلیم گرفت. حضرت 54 سال حیات دیدگی هستند. از همه عمر قلیل در بین این امام ها فقط امام شافعی حیات خیلی کوتاه دیدند که این 54 سال حیات دیدگی هستند. 150 هجری بود وقتی امام ابو حنیفه میگد همون روزی که از دنیا گذشت امام شافعی به دنیا آمدند. و از فضیلت امام شافعی، خود امام شافعی نامش محمد بود، محمد ابن ادریس، ابن عثمان، ابن عباس، ابن عثمان، ابن شافعی. تاریخ همون اجداد چه در کتاب گپ میزند. میگد همین یک فضیلت همین امام شافعی را این برادر تکلیف کردن من با شما صحبت میکنم. یک شب میگد خانه همین امام احمد حنبل در میمان شدن. امام شافعی شب میگد در یک طبق نان خوردند و بعد میگد شب تمام شدند. وقتی که سحر شد امام شافعی را امام احمد حنبل گسیل کردند، مهمانداری کردند و بعد گسیل کردند. دختر امام احمد حنبل به طرف امام احمد حنبل چی گفتند؟
گفتن آیا امام شافعی همین است؟ گفت بله همین بود. گفت پدر گفت اینقدر تعریف و توصیفی که تو امام شافعی را کرده بودی، امشب من 3 کار دیدم که این لایق به امام شافعی نبود. گفت چی کار دیدی؟ گفت اول اهمیت دادم امام شافعی بسیار خوراک زیاد خورد. دوستان خدا گفت خوراک زیاد نمیخورن. اینا دختر امام احمد حنبل گفتند. دویم گفتند شب نماز تهجد نخواند. من آب مانده بودم برای طهارت، لیکن امام شافعی طهارت نکردند، نماز تهجد هم نخواندند. سیوم گفت پدر وقتی در بامداد ما و شما قائم شدیم، امام شافعی بی طهارت نماز خواندند. این لایق بود به امام شافعی نبود. امام احمد حنبل حیرت ماندند و میگه رفتن نزد امام شافعی، پرسان کردند. امام گفتند این 3 چیزی که دختری من حکایت کرد آیا اینا حقیقت دارد؟ امام شافعی چی گفتند؟ گفتند در اصل گفتند من شب طعام زیاد خوردم در خانه تو. برای چی؟ برای که ای امام احمد حنبل من میدانم که طعام تو حلال بود. برای آنه که لقمه حلال در خانه تو یافت میشد، من به خاطر لقمه حلال بودن زیاد خوردم. و پیغمبر خدا گفت است که طعام آدم سخی دوا هست، من برای دوا بودنش خوردم. شما آدم سخی هستید. دویم نماز تهجد نخواندم. راست میگوید دختری تو، زیرا که من وقتی که به پهلو گشتم در جاگه خواب، وقتی که خواب کردم، 1 آیت قرآن وقتی که یاد ما آمد تلاوت کردم، از داخل همین 1 آیت قرآن 72 مسئله را گو ما پیدا کردم. با این گفت بحث مناظره داشتم با همون مسئله ها که نگاه کردم که سوق شده است. با 72 مسئله که از 1 آیت قرآن ما اخذ کردم برآوردم، با اینها وابسته شدم، نگاه کردم که الکی سوق شده است. سیم گفت من به طهارت نماز خواندم و الله گفت که همون طهارت شب در من باقی بود. من سحر با طهارت همون شبم نماز خواندم. یک جوان، ما در یک جا صحبت کردیم که امام ابو حنیفه 40 سال نماز شب با طهارت شب نماز بامداد میخواند. گشته گفتن که این یگان سند داره، همین درسته؟ یعنی با یک پیسخنده، با یک طریق مسخره که نخواه که 40 سال با طهارت شب نماز خواند و میخواند، تو نمیخوانی. همین تو آدمی که زبانت آلوده گناه و دشنام و فسق و فساد است، برای تو جایز نیست حتی ابو حنیفه را نام شد تو به زبانت برانی. تو نمیتونی، در خیال تو هم نمیگذرد این کار، لیکن حضرت ها بودن شب زنده دار بودن. السلام علیکم داملای عزیز و گرامی قدر شما. خدا شما را عمر دراز و تنی صحت دهد، دشمنان شما را زیر پا کند و دوستانتان را تاج سر. داملای عزیز التماس این شعر مرا گویید. در کودکی بازی، در جوانی مستی، در پیری سستی، خدا را کی پرستی؟ درونش را کشاید سوال ها هستند. این شعر شما نیست برادر، این شعر حکیمان ما و شماست. این در تنبیه الغافلین و چنان عباره عربی آمده است: اذا كنت صبيا تلعب مع صبيان و اذا كنت شابا غفلت باللهو و اذا كنت شيخا صرت ضعيفا فمتى تعمل لله تعالى. این یکی از حکیمای ما و شما با زبان عربی گفتن که یعنی در کودکی بازی، در جوانی سستی، در جوانی غافلی، در پیری سستی، خدا را کی پرستی؟ یعنی 3 مرحله حیات داری.
وقتی این تو با سستی و با غافلی و با بی‌پروایی میگذاری، بعد کدام وقت خدا را عبادت میکنی؟ این شعر یکی از حکیمای ماست. سلام داملا حضرت، خدا نگهدار شما باشد. با سوال من جواب گردانید. سر لیچ نماز خواندن چه خاصیت دارد؟ این مسئله چندین بارها جواب گفتیم. برای همین عبارات مختصر هم هست. و حسر رأسه الا تذللا، یعنی سر لیچ نماز خواندن صاحب مختصر کراهیت میگویند، لیکن تذللا گفتن حضرت، یعنی اگر کسی که شکسته باشد، کسی که مثال با طریق یک یعنی بگیم خاکسارانه یک خشوع اگر سر لیچ هم که نماز بخواند نمازش درست می شود. برای کسی لازم است این مسئله بیاید، انشاءالله با شهر میتیم با همراهی صحبت میکنیم. این مسئله را چندین بارها گپ زدگی هستیم. سلام داملای عزیز، ما از شما خواهش میکنیم که به سوال ما جواب گردانید. سوال ما چنین است: در خانه ثواب نماز بسیار است یا که در مسجد؟ ثواب خانه چند است، ثواب مسجد چند است؟ البته به البته صحبت های زیاد در این باب فضیلت مسجد شما شنیدگی هستین. این نماز با جماعت، حتی پیغمبر خدا گفتن خیر من صلات الفضل ب27 درجه. یک نمازی که در خانه شما تنها میخونین یک ثواب دارد، یک نماز است. اگر وقتی آمده در مسجد میخونین 27 نماز حساب میخورد. یعنی در یک روز اگر شما 5 بار جماعت کنین، حساب کنین که 135 ثواب شما میگیرید. اگر 5 بار در خانه خواندین 5 ثواب میگیرین. کدامش برای شما بهتر است؟ و حتی حدیث های پیغمبر است: لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد. اینم حدیث صحیح پیغمبر است. کسی که همسایگی مسجد در زندگی میکند و مسجد رفته نماز نمیخواند، نماز وی قبول نمیشود. این حدیث ها هم در باب فضیلت مسجد آمدگی هستند. سفار روز کنید. السلام علیکم بابای داملا، سلام و درود بسیار بر آن ذات پاکی که مرا و شما را از پیروان محمد صلی الله علیه و سلم آفریده است و شکرانه آن را میکنیم که ما را با یک جای مقدس مدرسه محمدی هدایت کرده است که از کلام شیرین شما دردانه ها میچینم و راه راست را از باطل جدا میکنم. یک سوال دارم، بسیار ضرور است اگر در مساجد دیه از آن را در درون مساجد دهند که با غیر آن کسانی که در داخل هستند کسی نشنود، چی می شود؟ در بیرون مساجد مؤذن میگوید که شرم میکنم. التماس جوابش را با طریق تعجیلی گردانید. اگر برای اذان دادن تو شرم کنی، تو لایق اذان دادن نیستی. تو هیچ وقت لایق نداری که اذان دهی در بیرون. وقتی تو شرم کنی که اذان میدی، نخواه که اذان دادن در شرم کنی. حالا که پیغمبر خدا چی میگه؟ اطول الاعناق یوم القیامت المؤذنون. بلندترین گردنها در روز قیامت گردن کی است؟ گردن کسانی که در دنیا اذان میگفتند. از همه بلندترین گردن اونهاست. این یک دعوت است، یک جهاد است که وقتی میگوی الله اکبر الله اکبر، خدای ما بزرگ است، خدای ما بزرگ است. حی علی الصلاح حی علی الفلاح، بیایید به سوی نماز، بیایید به سوی نجات. چی جای شرم دارد؟ در داخل مسجد چی در دیه باشد چی در شهر باشد از آن گفتن مکروه است، جایز نیست. باید در بیرون. یک حدیث پیغمبر است که هر چیزی که آواز شما را میشنود همه همانها در حق تو طلب مغفرت میکنند. چیزی که آواز تو را میشنود اونا همه مغفرتگو در حق تو میشوند. چی جای شرم است؟ اگر مادام شرم میکنی همی برادر کسی باشد، حق نداری تو اذان دی. اذان احتیاج به تو هم ندارد،
احتیاج دارد به شخصی که غیرت دارد، هوس دارد. در دورای پیغمبر خدا مؤذینا زیاد بود، لکن بلال پیغمبر خدا جدا کرد. برای هوس داشتن، غیرت داشتن. سوال دوم این هست که میگویند که اگر نمازهای قضا داشته باشی، مثال چند سال نماز نخوانده بودی، نفل خواندنت ممکن نیست. اگر من تا نمازهای قضایی را ادا نکردم ممکن از دنیا گذرم، پس کی در حق پدر و مادرم 2 رکعت نماز میخوانده باشم؟ روشنی اندازید. با احترام بسیار، یکی از مخلصان اشدی شما. برادر میشود که همون قضایایی که تو میخوانی و حکم واجب دارد، تو قضایات بخوان در حق پدر و مادر دعا کن. اگر خاطری تو برای پدر و مادر دعا کردن باشد، قضایی بخوان، قضایی را بخوان در حق پدر و مادرت است. در حق کدام اولادی نباشد ثواب شو ببخش، درست می شود. شرط نیست که همون 2 رکعت فقط به نام پدر و مادرت نیت کنی. نیت های قضا تا بکن، در همون فاتحه در حق پدر و مادر دعا کن، درست می شود. اینش بهترین صورتش همین است. التماس امکانیت باشد همین جمعه جواب دهید. یکی از مخلصان شما، این جمعه پیشین برادر نویسنده است. محترم داملای عزیز، بسیاری از مردم به فهمیدن این سوال محتاجند. میخواهم شما با ما فهمونید فرق بین بنده مؤمن و مسلمان در چیست؟ فضیلت کدامش بیشتر است؟ اینها مؤمنانند و کیها مسلمانانند؟ یعنی مؤمن از مسلمان چی فرق دارد؟ حضرت عطا ابن ابی رباح در یک حدیث میگوید که ادرکت اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم، من صحابه های پیغمبر را درک کردگی هستم، همراه پیغمبر خدا را صحابه هاش نشستگی هستم. و هم یقولون نحن المؤمنون المسلمون، میگوید همون صحابه میگفتن که ماها مؤمن و مسلمان هستیم. یعنی مؤمن و مسلمان هیچ فرقی ندارد. کسی که ایمانی بر خدا دارد، در بعض کتاب ها میگویند که کسی که همین ایمانی به خدا داشته باشد و این مؤمن است. مسلمان کسی هست که نماز میخواند و روزه میگیرد و زکات میدهد، این دیگر امرهای خدا را که به جا آورد، این حالت تسلیم شده در امر خدا میشود، اینجا مسلمان میشود. مؤمن تنها کسی است که فقط به خدا ایمان دارد، خلاص، دیگر هیچ عملی خیر ندارد. لکن این حضرت عطا میگوید که این یکی از صحابه پیغمبر است. من صحابه پیغمبر را دریافت کردم، مؤمن و مسلمان همش یک معنا دارند. میگوید همش یک طایفه هستند، همش یگان فرقی در بین مؤمن و مسلمان نیست. السلام علیکم داملای شیرین سخن حاجی میرزا، با سوالی که شما جواب میگردانید پر از حدیث و دلیل های قناعت بخش میباشد. با شما با یک چند سوال مراجعت کردنی هستم. سوال چنین است: از بس که در بین مردم ما عنعنه شده است سنگچه‌گردانی، یعنی ختم خوجه، ما در محل زندگی میکنیم که در آنجا سنگچه یعنی ختم خوجه میگذرانیم، در بین ما ناراضگی پیدا میشود. بعضیاشون میگویند که پیش از پیشین درست نیست و بعضیاشون میگویند که بعد از پیشین درست است. در همین خانه ما از سنگچه میگردانیم. از قضای الهی باز یک شخص دیگر وفات کرد. تا این وقت ما قریب 1 سال در این خانه سنگچه میگردانیدیم. پیشوای ما با سنگهایی که پیش میگذرانیدیم رازگی نداد، گفت رفته سنگچه های نو بیارید. رفتن در شب سنگچه آوردن. میخواستیم آید این مسئله چیزی بگویید، یکی از اخلاصمندان و مخلص دائمی شما، و بگویید که بعد از نماز شام بعد 1 ساعت خواندن نماز خفتن درست است؟ درست است. بعد خفتن بعد شام میتواند که بعد 1 ساعت اگر ضرورت داشته باشد میتواند که نماز خفتنش ادا کند، و الا نه کم از 1.5 ساعت شما باید که توقف داشته باشید. اقلا 1.5 ساعت، اقلا 1 ساعت 15 منوت ایستید، بعد نماز خفتن خوانید، انشاءالله ثواب میگیرید. سراسیمه باشی، یگان کار تعجیلی باشد، 1 ساعت پس خوان، انشاءالله درست میشه. و این سوال سنگچه‌گردانی که هسته، این باز وفات نو شد، باز برای این سنگچه نو راستی بار در یگان آیت و حدیث در باب سنگچه‌گردانی چیزی آمدگی نیست. خدا رحمت کند بابای مولا شریف همه شما میشناسید، در همین محله ما بود.
داملای بخارایی بودن، استاد ما هم بودن. شاید وقتهای زیادی ما در پیش همون کس سپری میشد. برای بیمار بودن، در جایگاه خواب بودن. همون کس میگو بچم دایم در کجایی که رفتین حضرت تبارک خوانید، دعا کنید، بس. حضرت تبارک خوانید بس. این از زبان حضرت داملا مولا شریف همین محله ما و شماست. و من هم گفتی همین حضرت تقویت میبخشم، زیرا که امروز همون برادرایی که سنگچه میگردانند همونها همین سنگچه گردانی هم از عهدهش نمیبراین. برای سنگچه گردانی ممکن 10 نفر لازم باشد، ممکن 15 نفر لازم باشد. این خودش یک مشقت یا مشکلات خانه هم مرددار آوردن است. بهتر و خوبتر می شود اگر کدام گپی مرا میشنوید. او روز صندوقچه همین خیریه را ما میکشاییم. یک کس سوال داده است که چرا یگان ملا در باب پنجشنبگی گپ نمیزند؟ 10 بار گفتیم شما گوش نمیکنید. مادام گوش نمیکنید 5 کس نه 10 کس خانتان را مهمان کنید، 10 کس نه 20 کس مهمان کنید. ما 10 جا خبر دادیم. برادرای عزیز، همون مرده شما محتاج یک خواندن اگر سوره ملک یعنی تبارک باشد، همین 3 نفر زیاد بس است. یک طبق آدم در خانه جا کن. بسیار اگر نافار باشید 2 طبق آدم جای کن بس. آخه چی لازم اینقدر خراجات زیاد؟ 10 بار از رهبری بگیم جمهوری سر کرده در باب همین خراجات های بی معنی چندین بار صحبت ها کردن. من در همین قصر فرهنگم برآمد کردیم، خاصه در همین باب که امروز مردم ما بی نهایت اسرافکار شدن. برای یک عروس شهر بردن شهر قریب 30 ماشین 40 ماشین همین جا راه میراد میآید. همینا چی لازم؟ همین اسراف های زیاد. این معرکه هایی که شما میکنین همه شما رو بین، همین کدام معرکه کنی را که میریم خبر میگیریم بیچاره قرضدار است. قرضدار است. صاحب الدین مغلول فی قبره لا یفکه الا قضاء الدین. پیغمبر خدا گفت اگر تو با همون قرض از دنیا بگذری، قرض تر وقت فرزندا کنده نتونستن، تو در زنجیرهای آتشین در عذاب خدا گرفتار هستی. بهنیایت بهترین صورت شمین است که یک آدم تبارک خان بیاریم، آدمی که قرآن از روی تجویدش میخواند، درست میخواند، آورده مهمان کنید و قرآن خواند، در حق پدر مادرتون دعا کند. این سنگچه و ایناش میتونین که یک طرف بگذارین، همین دلیل همین فتوای بگیم بابای مولا شریف یا فتوای ما را پیشه کنین، انشالله در این کار شما ثواب میگیرین. لیکن نفاریتون اختیارتون 100 سنگ بیارین 200 سنگ بیارین کردن بگیرین. ما در همین محله شکر خدا که در یگان جور سنگچه نمیگردونیم، همش با همین ختمی خواندن سوره تبارک انجام می‌یابد. در دست یک خیلش 10 تا سنگچه اخلاص سر میکنن، چنان میخواننش که باور کنید یگان تا همون سوره قرآن در پیش یگان عالم گذراندگی نیست، همش گناهگار هستند. یا 79 بار میگه در همین ختم خوجه سوره الم نشرح خونده شود، که همونا را پرسان کنید یگان اما الم نشرح را میدونه. همه رو باور کنین یگان جای مثال تحقیر کردن شما نیست. دست ها دست سنگ در پیش همون دسترخوان منتظر همون شوربا از کی شوربا میآید. تیستر همین سنگچه را پرتافتیستن، تیستر بود شود، تیستر همین شوربا را خورید خیلی میشود مرده بدست آخی. اینا هیچی معنی ندارن، نیست، نه در قرآن است نه در احادیث های پیغمبر خداست. میتونین هم یک سوره تبارک یک ملا بچه را برین بخواند، اگر اراده ثواب داشته باشین، نداشته باشین اختیارتون کدام راهش پیش ما میگیرین. به نام خداوند بخشنده مهربان. السلام علیکم برادر عزیز حاجی میرزا. دعا میکنم خداوند عقیده اسلامی شما را باز هم پاک و شما را داخل جنت بگرداند. بعد شنیدن موعظه های شما و مطالعه بعضی کتاب ها، بعضی سوال ها پیش من پیدا شد. من نسبت همه عالمان اسلام احترام و محبتی مخصوص دارم، خصوصا ابو حنیفه را همچون محدث و مفقه دوست می‌دارم و اعتراف میکنم. برادر عزیز، مقصد من فقط فهمیدن حقیقتی در اسلام است. یکم، مذهب چی معنا دارد؟
دوم، برای چی در زمان رسول اکرم و خلفای راشدین مذهب نبود؟ سیوم، آیا یگان دستور از رسول اکرم هست که بعد او اسلام عزیز را به مذهب‌ها تقسیم کنند؟ چهارم، من میخواهم فقط و فقط در اطاعت خدا و پیروی محمد صلی الله علیه و سلم باشم. آیا من خطا میکنم؟ برای من دعا کنید. مذهب معناش روش است، پیرو شدن است. ما و شما در مذهب ابو حنیفه هستیم، یعنی پیرو ابو حنیفه هستیم. برای چی در دوره‌های پیغمبر خدا و خلفای راشدین مذهب نبود؟ برای اون زمانها مذهب احتیاج نبود. وقتی پیغمبر خدا بودن، وقتی چهاریار بودن، اونجا اختلاف پیدا نمیشد. هر اختلافی که پیدا میشد پیغمبر خدا در حال او را حل میکرد. هر اختلافی که پیدا میشد این چهاریار حل میکرد. بعد اینها گذشتن، یعنی همگی قریب 30 سال این 4 یار پیغمبر خدا خلافت دوام دادند. بعد این 30 سال ببینید در دوره های حضرت علی علیه اختلاف در بین مسلمان پیدا شده بود. علی با کی جنگید؟ با حضرت معاویه. چندین هزار مسلمان ها نابود شدند. اختلاف ها علیه بعد پیغمبر خدا اختلاف ها سر شده بودند. در دوره های ابو حنیفه میگوید کتاب ده، یونانی ها میگد بسیار یک فلسفه باطله خودشان در تمام دنیا میگه انتشار کرده بودند، حتی که مثل مخلوق گفتن قرآن یا انکار عذاب قبر یا انکار دیدار خداوند یا بسیار حدیث های ضعیف و حدیث های باطله را در حدیث های پیغمبر خدا داخل کرده بودند. این امام ها برای آنه که مردم این عقیده های باطله را در خود اختیار نکنند و فرقه فرقه با یکدیگر دشمن نشوند، این راه راست برای ما و شما کافته یافتند دادند. باید که ما و شما البته پیرو یکی از این مذهب باشیم. این برادر میگوید من فقط در اطاعت خدا و پیغمبرش فقط و فقط البته خطا میکند. این خطای محض است. میتواند آدمی که مجتهد باشد مذهب نداشته باشد. ما مجتهد نیستیم، ما مقلد هستیم. ما نداریم همه قوتی را که از حدیث و از آیت چیز اجتهاد کنیم، نداریم. از این خاطر پیرو یکی از این مذهب بودن برای ما و شما ضروری است تا که گمراه نشویم. السلام علیکم بابای حاجی داملا عزیز و مهربان. من یک مخلص شما می باشم و شما را بسیار دوست و عزیز می شمارم. اله خدای زبانت را از این برا گرداند. اله خدای دشمنانت را خار و ذلیل گرداند. من به شما از روی دوستی داشتن 4 کتاب را به شما تحفه کردم. بابای داملا شما در حق من و پدر مادر من دعا کنید. با احترام، کریموف عبدالله، قشلاق دهنه. این برادر 4 کتاب بی نهایت ضلول برای ما بود. جمعه پیشین آورده دادند. خدای مهربان پدر و مادر این اکای عبدالله را رحمت و مغفرت بگرداند. به هر یک حرفی که از این کتابایی که به ما تحفه کردند خداوند در نامه اعمالش حسنات کتابت کند و مراد و مطلوبهاش خدای مهربان حاصل بگرداند. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم داملای عزیز و گرامی قدر. من از شما خواهش میکنم که با سوال من جواب گردانید. سوال من چنین است: بازی هایی که ما میکنیم با توپ بازی های ورزشی است. موی سفید ها میگویند که این بازی ها را نکنید، این گناه است. آیا گناه است یا نه؟ گناه نیست، بازی کنید. اگر کدام این مثال با توپ بازی میکنید بازی کردن گیرید. به نهایت حتی که در حدیث های پیغمبر خدا میگذرد بهترین بیکاری شما همین است که شما شناوری را یاد گیرین، شما اسب دوانی را یاد گیرین، شما تیر اندازی را یاد گیرین. اینها را باید همه امت پیغمبر خدا از عهده اینها براید. حتی شما می توانید که یک وقت معین خدا در نردی نه، در دمینابازی نه، در ششکبازی و قرطبازی نه، در بازار سیر کردنش نه، بلکه در همون بازی فوتبال بگذارونید. این برای شما بهتر ثواب دارد.
انشاءالله بدن شما با قوت می شود، بدن شما بی درد می شود. با که ندارد گناهی ندارد. کدام موی سفیدی می گوید یگان حجت ندارد، دلیل ندارد.